مسجد که مگه هزار آدم در مسجد نماز میخواند و اجرای خدا میکنه مسجد برادر خراب داره. این مگه خانه که قرآن است در خونه قرآن خونه در اون خانه قرآن غریب حاجی حرمین یا قرآن یورد دو زوران میکنن قرآن میتیم ما در اونجا میبینیم باید بالاش گرد میگیرن میشینن وقت در اون خانه که قرآن است قرآن خون نیست اون خانه در نماز خدا خراب داره. سیام میگه مردی که با نماز با تقوا با حیات با شریعت با نماز جماعت میرود اما زنی به حجاب دارد به ستر دارد در نزد خدا چی خانه داره خراب است. یا که مگر زنی به صدر مسئولات حجابدار دارد عمل شرعی میکند مرد که به نماز دارد این خانه‌داری خراب است. برای همون خاطر میگه که وقتی که انسان دسته نظر کردن عبادت است کعبه الله را خوش به حال کسی که حاجی آیا حاجی تو مهمان خدایی تو مهمان خدا مصطفی حاجی حرمین خانه خدا را آیا حج که آمد میگه برای زیارت پیشش بوسه کن چون که مقام مکرم مقدس سجده کردگی است و دعوت مستجاب میشود. خوش به حال اون حاجی که حج میاد چند وقت نماز با جماعت میخواند حاجی که میگه حج میآید نماز با جماعت نمیخواند هر حاجی که میگه حج آمد این لحظه کدوم حاجیای خداوند کدوم رو حاجی را مبرور بگرداند حج شود با کفایل حاجیان کدوم رو خدا حج ما را او را خدا نصیب روزی بگرداند. البته حاجی میگه حج آمد اگر 50% عملی دنیاش تغییر نداد یعنی که سلام نماز با جماعت خون یک دران نصیحت اسلامی کرد تقواش زیاد شد به چون چرا حجی به درگاه خدا مبرور شدگی است. وقتی حج آمدیم خوش به حال اون برادر که در نماز پیغمبر خدا چی رو تاکید کردن وقتی شما گفتن منزل آباد کردید اهل منزل در درون جار کنید مماچیتا رو دور بیاندازید هر کس که واسه خانه خدا قدم میاندازد خدای متعال 10 ثوابش میده 10 گناهش عفو میکنه. هر کس که نگه در این مقام طاعت نکند پیوسته 5 وقت نماز را با جماعت نکند فردا که خدای پاک حاضر شود در عرصات پیغمبر مهربان او را شفاعت نکند. البته شفاعت پیغمبر خدا برادران این در مسجد است. یک رکعت نمازی که ما در مسجد میخونیم برادران عزیز 27 درجه ثواب دارد. یک نمازی که در خانه میخونیم برادران یک ثواب دارد. و پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و در نماز در همسایه مسجد نمیشود مگر زمان یا رسول الله من جار مسجد همسایه که مردم میشنوند و همسایه مسجد است. البته هدایت این نماز عید قربان برادران نیت کردم میگذارم دو رکعت نماز عید قربان با جمله تکبیر و واجب این وقت است. وقت من رو آوردم به قبله من جهت خانه کعبه شروع کردم به امام حاضر صلی الله اکبر میگیم دست به گوش میبریم دست میبندیم سبحانك اللهم میخونیم سبحانك ما خوانده میشود الله اکبر تکبیر دست کشور میکنیم الله اکبر تکبیر دست بیان میکنیم الله اکبر چهارم دست میبرداریم قرائت میشود زمین سوره میشود یکم رکعت رکوع و سجود بعد رکعت ثانی اول قرائت میشود بعد تکبیر میخوانده شود بسیار زیاد تکبیرها را به جا بیاره و دو تا خطبه خوانده میشود و هر انسانی که میگه کدام نمازی که اعتبار من نماز نه و این نماز برادران نمازی و ان شاء الله کلمه نقول کلمه ان شاء الله انا کدام نماز اگر عقیب نماز نیست که نماز عید یا نماز جنازه اگر نماز جنازه ما در یا صاحب بگیرم قربان بگیریم و همین خاطر حرکت میکنیم نماز بخونیم بیا سر که مردم خاموشی